مظنه، قیمت یا فی. بچه‌ها مظنه طلا در واقع قیمت لحظه‌ای یه مسقال طلا با عیار 17 است که توی بازار طلا و جواهر ازش استفاده میکنه. این اصطلاح بیشتر بین طلا فروشا و بنکداران رایجه و به عنوان مبنای قیمت‌گذاری طلا به ویژه طلای آب شده استفاده میشه. پس وقتی که مظنه رو به شما اعلام میکنه آب شده فروش، یعنی قیمت یه مسقال طلای 17 عیار یا همون 705 رو بهتون اعلام میکنه. شما به عنوان یک بازاری حرفه‌ای دیگه نباید بگید 17 عیار یا 18 عیار. عددهای خارجی اون رو باید بگید 17 عیار 705، 18 عیار یعنی 750. حالا عیار استاندارد طلای ایران 18 است. پس ما باید 17 عیارمون رو تبدیلش بکنیم به 18 عیار تا بتونیم قیمت رو در بیاریم. پس این یه فرمول داره. میان وزن یک مسقالمون رو که 4 گرم و 608 سوته یا 4 ممیز 6083 رو ضرب در 705 میکنیم، یعنی همون 17 عیار تقسیم بر 750 یا همون 18 عیار میکنیم. یک عدد طلایی 4 ممیز 3318 بهمون میده که این عدد بچه‌ها ثابته. این عدد رو باید حفظش بکنیم. حالا قیمت مظنه‌ای رو که آب شده فروش به ما اعلام میکنه رو تقسیم بر عدد طلایی 4 ممیز 3318 میکنیم. قیمت هر گرم طلای 18 عیار یا همون عیار 750 به دست میاد.